سلام، به کانال راز سلامتی خوش اومدید. با بالا رفتن سن نگاه ما به زندگی تغییر می کند. دیگر آرامش را بر هیجان ترجیح می دهیم. گفتگوهای عمیق را به صحبتهای سطحی و روابط واقعی را به روابط کوتاه مدت. دیگر توان تحمل درامهای بیدلیل را نداریم و قدر لحظات اندک آرامش باقی مانده را می دانیم. با وجود تمام این خرد، هنوز بسیاری از مردم اشتباهات ساده اما پرهزینه‌ای مرتکب می‌شوند. به جاهایی می‌روند که انرژیشان را تخلیه می‌کند یا موجب استرسشان می‌شود یا زخم‌های قدیمی را زنده می‌کند. وارد خانه‌هایی می‌شوند که در آنها احترام نمی‌بینند و حضورشان فقط تحمل می‌شود نه قدردانی. شاید رفتن به خانه کسی کار بی‌ضرری به نظر برسد، اما هرچه مسن‌تر می‌شویم باید آگاهانه‌تر انتخاب کنیم که وقت خود را کجا و با چه کسانی بگذرانیم. هر جایی به حضور ما نیاز ندارد. هر خانه‌ای با آغوش باز پذیرایمان نیست. بعضی مکان‌ها ممکن است باعث شوند کوچک، بی اهمیت یا مورد سوء استفاده احساس کنیم و باید از آنها دوری کرد. فارغ از اینکه رفتن به آنجا چقدر آسان باشد. در این ویدیو درباره 7 دسته از خانه‌هایی صحبت می‌کنیم که بهتر است در سال‌های بعدی عمرتان از رفتن به آنها خودداری کنید. حفظ آرامش درونی به اندازه حفظ سلامت جسم اهمیت دارد. با پایان این ویدیو متوجه می‌شوید که چرا دوری از برخی محیط‌ها گامی مهم برای رسیدن به زندگی سالم، شاد و کامل است. اگر آماده‌اید شروع کنید. خانه‌ای که واقعاً از شما استقبال نمی‌شود. هیچ چیز ناخوشایندتر از حضور در محیطی نیست که دیگران واقعاً شما را دوست ندارند. چه از لحن سردشان، چه از بیمیلی هنگام ورودتان. یا از گفتگوهای اجباری به خوبی می‌فهمید که حضور شما برایشان اهمیتی ندارد. وقتی به بلوغ می‌رسیم باید خود را با کسانی احاطه کنیم که ارزش و احتراممان را می‌دانند. اگر جایی احساس کردید شما را از سر اجبار پذیرفته‌اند نه از سر میل، دیگر با آن خانه نروید. وقت شما ارزشمند است. آن را به کسانی هدیه دهید که واقعا از بودن شما خوشحال می‌شوند. 2. خانه‌ای که در آن درام و منفی‌نگری حاکم است. بعضی افراد در درام زندگی می‌کنند. خانه‌شان پر از دعواهای تکراری، شکایت‌ها و بدبینی است. هر بار که آنها را ملاقات می‌کنید با خستگی روحی از خانه خارج می‌شوید. وقتی بزرگتر می‌شوید، آرامش باید اولویت شما باشد. از خانواده‌هایی که در آنها حرف پشت حرف جاری است و محیطی منفی دارند دوری کنید. شما سزاوار زندگی در محیطی هستید که صلح به همراه دارد، نه استرس. 3. خانه‌ای که هیچ کس در آن شما را نمی‌خواهد و قدردان نیست. بعضی از افراد فقط وقتی دعوتتان می‌کنند که به چیزی از شما نیاز دارند. نگهداری از بچه‌ها، کمک در کارها یا حتی پول. اما وقتی شما به همراهی یا شنونده‌ای نیاز دارید، پیدایشان نیست. هیچگاه ارزش مهربانی و وقت خود را دست کم نگیرید. اگر کسی فقط زمانی سراغ شما می‌آید که کاری از دستتان برمی‌آید، این رابطه یک طرفه ارزش ادامه ندارد. 4. خانه‌ای که بودن در آن احساس سنگینی و بار بودن دارد. گاهی هنگام دیدار حس می‌کنید حضور شما مزاحم است. شاید صاحبخانه با دیدنتان اخم کند یا مدام به ساعت نگاه کند یا بی‌صبرانه منتظر رفتن شما باشد. خانه باید حس خوشامدگویی داشته باشد، نه تحمل شدن. اگر احساس کردید بار اضافی هستید، احترام خود را حفظ کنید و دیگر نروید. شما هرگز نباید برای توجه یا وقت کسی التماس کنید. 5. خانه‌ای که در آن احترام نمی‌بینید. احترام انتخابی نیست، یک نیاز انسانی است. اما در برخی خانه‌ها افراد بزرگسالان یا سالمندان را مسخره می‌کنند، حرفشان را قطع می‌کنند، نظراتشان را نادیده می‌گیرند یا تجربیاتشان را بی اهمیت می‌شمارند. اگر جایی احساس توهین، کوچک شمردن یا رفتار آزاردهنده کردید، آنجا را ترک کنید. خود را با کسانی احاطه کنید که به حرفتان گوش می‌دهند و به شما احترام می‌گذارند. خانه‌های سمی برای سلامت روان. برخی محیط‌ها از لحظه ورود حس آشفتگی می‌دهند. جو خانه متشنج است. افراد بداخلاق‌اند و تمام دیدار روح شما را خسته می‌کند. سلامت روان درست به اندازه سلامت جسم اهمیت دارد. اگر رفتن به خانه شما را مضطرب، ناراحت یا ناآرام می‌کند، دیگر به آنجا نروید. مکان‌هایی را انتخاب کنید که آرامش و ارزشمندی به شما می‌دهند. 7. خانه‌ای که دیگر با رشد شما همسو نیست. با بالا رفتن سن، اولویت‌هایمان تغییر می‌کند. به دنبال معنا، گفتگوهای عمیق و آرامش هستیم. اما بعضی افراد همچنان درگیر عادت‌های ناسالم، حرف‌های سطحی و رفتارهای خودویرانگر هستند.
اگر محیط یا افراد یک خانه از رشد شما حمایت نمی‌کنند و بدترین شما را بیرون می‌کشند، نه بهترینتان را از آنجا دور شوید. مکان‌هایی را انتخاب کنید که ذهن و روح شما را تغذیه می‌کند. با گذشت زمان حقیقت مهمی را در می‌یابیم. هر مکانی مناسب ما نیست. هر رابطه‌ای ارزش نگه داشتن ندارد و هر خانه دیگر گرم و صمیمی نیست. در این مرحله از زندگی خرد به ما می‌آموزد که زمان، آرامش و شادی ما بسیار ارزشمندتر از تعهدات اجتماعی است. باید یاد بگیریم که رها کنیم، نه از روی تلخی، بلکه از روی فهم، نه از روی کینه، بلکه با بخشش. زمان ارزشمندترین دارایی شماست. هر لحظه‌ای که در فضای منفی می‌گذرانید هرگز باز نمی‌گردد. هر ساعتی که در محیطی آزاردهنده سپری می‌کنید، ساعتی از شادی شما کم می‌شود و در این مرحله از زندگی نمی‌توانید وقت محدود خود را هدر دهید. عاقلانه انتخاب کنید. کجا بروید، انرژی خود را به چه کسانی بدهید و چه کسانی را پشت سر بگذارید. زیرا در نهایت شما مسئول سلامت و شادی خود هستید. قدرت آرامش، رفتن بدون احساس گناه، ترک یک محیط ناسالم بیرحمی نیست، احترام به خود است. برخی مکانها و افراد دیگر آرامش شما را فراهم نمی کنند. احساس گناه نکنید که رفاه خود را به تعهدات قدیمی ترجیح می دهید. این خودخواهی نیست، مراقبت از روح است. روابط واقعی کلید خوشبختی اند. ملاقات‌های سطحی و روابط پوچ شادی نمی آورند. شادی واقعی در تعامل صادقانه با افرادی است که قدر شما را می‌دانند، مرزهایتان را محترم می‌شمارند و قلبتان را پر می‌کنند. فکر نکنید باید همه افراد زندگیتان را نگه دارید. کسانی را حفظ کنید که به شما الهام می‌بخشند. زندگی با چند ارتباط واقعی بسیار ارزشمندتر از زندگی با تعداد زیادی ارتباط بی‌معناست. درس پایانی: برای خودت زندگی کن، نه برای دیگران. با بالا رفتن سن متوجه می شوید که لازم نیست به همه دعوتها، تماسها یا درها پاسخ دهید. بزرگترین آزادی در دوران بلوغ این است که خودتان انتخاب کنید وقتتان را چگونه و با چه کسانی بگذرانید. اجازه ندهید گناه، ترس یا فشار اجتماعی تصمیم‌هایتان را تعیین کند. برای خودتان زندگی کنید، آرامش را انتخاب کنید، شادی را انتخاب کنید و خودتان را انتخاب کنید. اگر این پیام با شما ارتباط برقرار کرد، آن را جدی بگیرید. تصمیم‌هایی بگیرید که آرامش شما را حفظ می‌کند. از وقت، انرژی و روح خود محافظت کنید، زیرا در نهایت شما مسئول شادی خود هستید. اگر این محتوا برایتان مفید بود، از شما دعوت می‌کنیم ویدیو را لایک و سابسکرایب کنید و نظرات خود را کامنت کنید. سپاس از همراهی شما. در آرامش بمانید.